بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. انقلاب اسلامی بزرگترین نعمتی بود که خدا تو تاریخ به بشر داد قبل از ظهور. شکست بزرگی که این بندگان صالح، اولین مرگی که اینا به این ابرقدرت‌های دنیا دادن تو دفاع مقدس بود. یعنی این ابرقدرت‌ها شوخی نبود. شوروی، آمریکا، چین، نمیدونم آلمان، ژاپن، انگلیس، فرانسه. راست تو دنیا هیچ وقت سابقه نداشته. همه دنیا بزنن سر یک کشور و نتونستن. اینو داخلی‌ها هم نفهمیدن چه اتفاقی افتاد. یعنی فقط همون که انقلاب هم نفهمیدن. ما فهمود انقلاب کار من نبود، کار نقشه خدا و امام زمان بود. من میشه انقلاب اسلامی اتفاق بیفته و پیروز بشه. شما به هر کارشناسی بدید میگه به حال این اتفاق بیفته. شاید مطهری، آیه طالقانی اینا اصلا پامش هم میرفت پاریس به امام بگه آقا بی خیال شو دیگه نمیشه. امام همونجا بهشون میگه شما خبر ندارید، ما قراره 3 مرحله کار کنیم. اول ساقط کردن این دولت، تشکیل نظام، بعد تشکیل دولت، همه رو امام میگه تا پیروز پرچم خودمون خواهیم داد. تموم شد. از اول برنامه‌ریزی شده است. تو اگه نفهمی الان داری چی کار میکنی و کشورت داره چی کار میکنه، تو چه زمانی هستی، نمیتونی یار امام زمان باشی. امام خدا رحمتش کنه فرمود انقلاب ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا است. خدا انتخاب کرده دیگه روایتاش هست، آیاتش هم هست. 10 تا آیه ما داریم راجعش. ایران رو انتخاب کرد. چرا؟ چون این مردم مطیع‌ترین و شبیه‌ترین آدما نسبت به اهل بیت و خدا و شبیه‌ترین آدما نسبت به اهل بیت بودن. عاشق اهل بیت بودن. این که ما 45 سال داریم دنیا رو جلوش وایسادیم، صدها میلیون آدم به سمت این اسلام تشیع تمایل پیدا کردن. 10 میلیون فقط تو یه نیجریه ما 20 میلیون نفر شیعه شدن فقط تو اونجا. حالا باقی جا رو بمانه. به چه شدتی دارن همه شیعه میشن. خب این بندگان صالح اینجوری ساخته میشن. بندگان صالحی که قرآن میگه وارث زمین هستن دارن وراثت رو خیلی خوب انجام میدن. داره تو دنیا اتفاقات مهمی میفته تو جهان. ما اگر نفهمیم غافلگیر میشیم. اگه نفهمیم نمیتونیم به موقع عاشورایی که امام زمان برپا میکنه حضور داشته باشیم و عقب میمونیم. یعنی زمانی که آقا میاد ما خیلی همون حسرت رو میبینیم که ای بابا ما همش مشغول بازی بودیم.